به کانال راوی دیار کهن خوش اومدید. اینجا ما با الهام از کتاب ارزشمند سرزمین جاوید تاریخ ایران باستان رو از زوایای مختلف مرور میکنیم. داستان ما مثل یه زنجیر به هم وصل شده و قدم به قدم جلو میره تا بدونیم ایرانی ها چه دستاوردهایی داشتن و چطور قرنها جلوتر از جهان پایه های تمدن رو ساختن. امروز میخوایم بریم سراغ بخشی از افتخارات ایران که شاید کمتر شنیده باشیم. پس با راوی همراه باشیم. ایرانی‌ها اولین مردمی بودن که به اقوام دیگه یاد دادن چطور باید برای وزن کردن، اندازه‌گیری طول یا سنجیدن حجم مایعات و غلات از مقیاس‌های ثابت و یکسان استفاده کنن. هزاران سال قبل از اینکه حکومت انقلابی فرانسه بگه باید وزن سنگ‌های ترازو رو روی خودشون بنویسن، ایرانی‌ها این کارو می‌کردن. هنوزم اون سنگ‌ها باقی مونده و نشون میده که ما هزاران سال جلوتر از اروپایی‌ها بودیم. قبل از اینکه فرانسوی‌ها لیتر رو به عنوان واحد اندازه‌گیری مایعات معرفی کنن، ما یه واحد داشتیم که مثل گیل بود، فقط با اسم دیگه و ظرفیتش هم روی خودش نوشته میشد. قبل از اختراع کیلومتر در فرانسه، ایرانی‌ها فرسنگ رو برای اندازه‌گیری طول جاده‌ها درست کرده بودن. توی هر جاده بعد از هر فرسنگ یه سنگ بزرگ نصب می‌کردن که روش می‌نوشتن تا نزدیکترین و دورترین شهر چقدر فاصله هست. رسم کیلومتر شماری و مایل شماری رو هم ایرانی‌ها به دنیا دادن، همونطور که هنر جاده سازی رو ایرانیان اولین بار به رخ کشیدن. یه مورخ فرانسوی به نام کارکوپینو که متخصص روم باستانه میگه رومی‌ها اولین ملتی بودن که جاده‌های شوسه با زیرسازی سنگی رو ساختن و اولینش هم حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح بود. ولی استرابون که در قرن 14 پیش از میلاد با اسکندر به ایران اومد، تو کتابش از جاده‌های شوسه ایران تعریف میکنه. میگه جاده‌ها سنگفرش یا سنگچین بودن و روشون خاک نرم میریختن تا عابر پیاده، سوارکار یا عرابه‌ها راحت رد بشن. یعنی وقتی استرابون وارد ایران شد، کشور ما حداقل 3 قرن بود که بهترین جاده‌های شوسه اون زمان رو داشت. ایرانی‌ها اولین ملتی بودن که پول را به دنیا معرفی کردن. قبلش مبادله پایاپای بود. مثلا گندم میدادن و مس میگرفتن. اما ایرانی‌ها اومدن از فلزات به خصوص مس، نقره و طلا دایره‌های کوچیک ساختن که هم حملش آسان بود، هم چون لبه نداشت جیب و پاره نمی‌کرد. روی هر قطعه هم ارزشش رو حک می‌کردن، مثل سنگ‌های ترازو. پول سکه‌ای ما لااقل 500 سال قبل از اینکه اولین سکه تو لیدیا ضرب بشه تو ایران وجود داشت. با این حال بعضی مورخان بدون دقت گفتن اولین پول مسکوک رو لیدیا ساخته. تو تاریخ غرب نوشتن اولین کسی که سکه زد کرزوس یا همون قارون بود، حدود 500 سال پیش از میلاد. ولی حقیقتش اینه که ایرانی‌ها خیلی قبل‌تر این کارو کرده بودن. تنها فرق کرزوس این بود که اولین بار نقش خودش رو روی سکه زد. وقتی ایرانی‌ها پول مسکوک رو اختراع کردن، تو همسایه‌ها همچین پولی وجود نداشت. حتی تو عربستان اولین سکه ها رو ایرانی‌ها زدن. بلازوری مورخ مشهور عرب میگه تو سال 39 هجری چند استاد سکه زن ایرانی سکه‌های طلا، نقره و مس را با نام علی ابن ابی طالب ضرب کردن و به مناسبت نوروز به ایشون هدیه دادن. اسم اون سکه ها رو گذاشتن ورکان، چون در زمان ساسانیان پول ایران همین اسم داشت. یکی دیگه از اختراعات مهم ایرانی‌ها شیشه بود. هرچند بعضی از مورخ‌های غربی اونو به فنیقیان نسبت میدن. فنیقیه کشوری ساحلی در سوریه امروزی بود و با یونان روابط دائمی داشت. خب اگر شیشه توی فنیقیه اختراع شده بود، چرا توی یونان استفاده نمی‌شد؟ جالبه که استرابون وقتی تو ایران شیشه‌های پنجره دید بسیار حیرت کرد و این ثبت شده. بعد از اشغال ایران توسط یونانی‌ها و مرگ استادان شیشه ساز، استفاده از شیشه در پنجره‌ها از بین رفت و خونه‌ها تاریک شدن. برای همین بعضی مورخ‌ها گفتن کاخ پرسپولیس شیشه نداشته. ولی وقتی تو خونه‌های معمولی اون زمان شیشه بوده، باورش سخته که کاخ با شکوه پرسپولیس پنجره یا شیشه نداشته باشه. در یونان شیشه‌های کوچک زینتی یا ظروف وجود داشت، ولی شیشه پنجره نه. این رسم از ایران به اونها رسید. اما در دوران حکومت یونانی‌ها در ایران که تقریباً 100 سال بود، این سنت از بین رفت.
ایرانی‌ها برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب جلوی پنجره‌ها پرده‌هایی نصب می‌کردند که به اروپا رفت و هنوز هم به اسم پرده ایرانی شناخته میشه، اما ما خودمون امروز بهش میگیم پرده کرکره‌ای. یکی دیگه از شگفتی‌های ایران باستان خستخانه بود که استرابون تو مناطق گرمسیر دید و حیرت کرد. خستخانه یه اتاق بزرگ با دیوارهای مشبک بود که بینشون رو با بوته‌های خار پر می‌کردن. بالای اتاق هم یه مخزن بزرگ آب بود که مدام روی این خارها آب می‌ریخت و نسیم از میان بوته‌های خیس عبور می‌کرد و هوای خنک وارد اتاق می‌شد. گاهی هم آنقدر خنک می‌شد که ساکنان داخل منزل مجبور می‌شدن روی خودشون روپوش بندازن. تو همون زمان ایران کوره‌های ذوب آهن داشت که شکلشون تقریبا شبیه کوره‌های بلند امروزی بود. این کوره‌ها حرارت متمرکز می‌کردند و آهن رو ذوب می‌کردند. در اون موقع روم هنوز وارد عصر آهن نشده بود و از مفرق استفاده می‌کردند و قوانینشون رو هم روی لوح‌های مفرقی می‌نوشتن و به سردارانشون شمشیر مفرقی می‌دادن توی اون زمان. اگه امروزه آثار آهنی از اون دوران پیدا نمی‌کنیم، برای اینه که آهن زنگ میزنه و از بین میره، اما مفرق موندگارتره. برای همین آثار مفرقی باستانی به دست ما رسیده، اما آثار باستانی آهنی نداریم. نکته‌ای که شایان ذکره اینه که اسکندر خودش چند تا استاد آهنساز ایرانی رو به یونان برد تا این صنعت رو یاد هموطنانش بده، اما معلوم نیستش که نتیجه کارشون چی شدش. ماجرا هنوز ادامه داره. ایران باستان پر از رازها و داستان‌های شگفت‌انگیزه. حتما منتظر قسمت بعدی باشین تا پرده از بخش جدیدی از تاریخ برداریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، نظرتون رو کامنت بذارین و برای قسمت بعدی با راوی همراه باشین.